سلام به همه آرک متدی عزیز، امیدوارم حال دلتون کلی شاد باشه. من رضا خاجلو هم همراه شما هم با یه بخش دیگه از معمار شو این بار میخوایم بریم در ابوظبی امارات و با برج دوقلوی خیلی جذاب به اسم البحر آشنا بشیم. پس تا ته این ویدیو با من همراه باش. خب رفقا، بریم در کشور امارات و با این برج استثنایی و چشم‌نواز آشنا بشیم. اول بریم خود امارات رو ببینیم که یک کشور کوچیک و بیابانی بود با جمعیت 279,000 نفر در سال 1971 که با داشتن سرمایه‌های غنی در این کشور دستخوش تغییراتی شد که جمعیت آن به 9 میلیون نفر رسید و خیلی سریع همونطور که می‌بینید هم تو این زمان از سال 1984 تغییرات عالی در این کشور رخ داد تا سال 2020 و این سرزمین خشک و بیابانی رو که جمعیتش به 500,000 نفر هم نمی‌رسید به 9 میلیون نفر افزایش پیدا کرد و امارات رو به بزرگترین مرکز اقتصادی جهان تبدیل کرد. حالا بریم سراغ آب و هوای کشور امارات. خب امارات آب و هوای گرم و خشکی داره و اکثرا هوای آفتابی و گرمای بسیار بالایی داره و حتی زمستان هم هوای گرمی غالبه بهش. کشوری که آب و هوای خشکی داره و نبود خاک‌های حاصلخیز، اما با تمرکز و هدف گذاری ماهرانه تونسته به ابرکشوری تبدیل بشه تا قطب صنعت اقتصاد جهان رو در اختیار داشته باشه. خب بعد بررسی کشور امارات نوبت میرسه برجی که می‌خوایم تحلیلش کنیم. برج البحر. همونطوری که در ابتدا به آب و هوای کشور امارات پرداختیم، می‌خواستیم برسیم به این برج منصفت و طراحی این برج که طراح این طرح المان‌های اون رو بر اساس آب و هوای کشور امارات که توضیح دادیم دارای چه نوع آب و هوایی هست در طرح برج اعمال کرده که این شرایط سخت آب و هوایی رو هر معماری رو وادار میکنه به عوامل طبیعی و شرایط محیطی اطراف پروژه آگاهی کاملی داشته باشه. خب رفقا، بریم جزئی‌تر وارد برج البحر ابوظبی بشیم. برجی که در دل شهر امارات قرار گرفته، برج دوقلوی البحر شامل 29 طبقه و با ارتفاع 145 متره. معماری این برج معماری پایداریه، هم طبق بررسی‌ها و مطالعات معماری پایداریه و هم تونسته گواهینامه یا استاندارد نقره‌ای پیشرو در طراحی محیطی و انرژی رو دریافت کنه و هم پایدار در محیط خشک و بیابانی شهر ابوظبیه و با آب و هوایی که حاکم بر اماراته. و این برج با توجه به اینکه تمام هفته هوای کاملا آفتابی شدید رو در پیش داره، معماران آمده و از سبک بومی محیطی استفاده کرده. از سبک مشربی الهام گرفته که همان معماری بوشهر خودمونه. صفحه‌های شبکه‌ای چوبی طراحی شده که معماری سنتی ایرانی و عربی را برای پر کردن پنجره استفاده می‌شد. این صفحه‌ها به عنوان یک دیوار پرده‌ای عمل کرده که با فاصله گرفتن از ساختمان با اندازه 2 متر در یک قاب مستطیل قرار می‌گیره. و هر کدام از این صفحه‌های پویا که شکلی مثلثی دارن با پشم شیشه پوشش داده شدن و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که با توجه به حرکت خورشید در طول روز میزان انرژی گرما و خیرگی ناشی از نور خورشید رو کاهش میده و نمای برج البحر رو توسط سیستم‌های رایانه‌ای برای پاسخ دادن به شرایط بهینه برای استفاده از انرژی خورشید و استفاده از نور اون کنترل میکنه که همین امر این برج رو منحصر فرد کرده تا کاملا با شرایط محیطی خودش سازگار کنه. نحوه چگونگی عمل این نمای پویا و دینامیک به این نحوه که محافظ قرار گرفته شده بر روی ضلع شرقی ساختمون در صبح با گردش خورشید آرام آرام به سمت غرب حرکت میکنه. همچنین این ساختار لانه زنبوری با بیش از 1000 قطعه در پاسخ به چگونگی تابش خورشید با باز و بسته شدن خود میزان و شدت نور دریافتی رو تنظیم میکنه. در هنگام شب تمام این صفحه‌ها باز میشه و همه پنل‌های سایبان تا خورده و بیننده قسمت بیشتری از نما رو میتونه مشاهده کنه و در هنگام صبح که خورشید در شرق بالا میره، سیستم سایبان مشربیه در امتداد شرق ساختمان شروع بسته شدن میکنه و هنگام حرکت خورشید اطراف ساختمان آنگاه کل نوار افقی سایبان با خورشید به دور ساختمان حرکت میکنه و این بی‌نظیره. یکی از معماری‌هایی که تونسته خودش رو با محیط جوری تطبیق بده که از تمام انرژی‌ها استفاده کنه. امیدوارم لذت برده باشید، مفید بوده باشه براتون. موفق باشید دوستان.